میگفتن هر کی بتونه اون شمشیر افسانه‌ای رو بیرون بکشه قدرت بی‌نهایت میگیره و پادشاه میشه. 300 سال بود که هیچ کس موفق نشده بود. وقتی ملکه از این ماجرا خبردار شد، فوری مسابقه راه انداخت و قول داد هر کی بتونه شمشیر رو در بیاره باش ازدواج میکنه. با شنیدن این خبر همه هجوم آوردن سمت مسابقه. اول پسر پولدارترین مرد شهر اومد جلو، چون توی زندگیش هیچ وقت شکست نخورده بود و فکر میکرد با پولش میتونه هر کاری بکنه. اما همین که دست زد به شمشیر، یه شوک قوی گرفتش و حساب کار دستش اومد. بعدش یه زن اومد جلو. اون از ته دل ملکه رو دوست داشت و دلش میخواست باهاش زندگی کنه، چون زندگیش لاکچری بود. با تمام قدرت جادوییش تلاش کرد شمشیر رو بکشه بیرون. شمشیر یه ذره اومد بیرون، ولی سری برگشت سر جاش. بعدش یه جوون دیگه اومد. اونم مثل همه تمام زورش رو جمع کرد و تونست شمشیر رو حدود 20 سانت بیرون بکشه. پسر پولدار که حسابی جا خورده بود گفت میخواد شاگردش بشه. پسر داشت از موفقیتش لذت میبرد که یهو یک پیرمرد 80 ساله ظاهر شد که معلوم شد دلش هنوز جوونه و قصد ازدواج با ملکه رو داره. با اطمینان یه ورد جادویی خوند و شمشیر رو گرفت. شمشیر کم کم داشت از جاش بیرون میومد. همه فکر کردن ملکه باید با اون پیرمرد ازدواج کنه، ولی یهو شمشیر یه نیروی وحشتناک آزاد کرد و پیرمرد رو پرت کرد اون طرف. همه دیدن پیرمرد داره خون بالا میاره. همون زمان یه پسر رفت سمتش که کمکش کنه و زنگ بزنه اورژانس، ولی پیرمرد نمیخواست قبول کنه که شکست خورده. اون پسره هم که عصبانی شده بود رفت سمت شمشیر رو یهویی بیرون کشید و داد دست پیرمرد با تعجبش نگاه کرد، چون اصلا باورش نمیشد و بعدش هم از دنیا رفت. پسری که این صحنه رو دید با نگرانی فریاد زد یه دکتر اینجا نیست؟ ولی کسی بهش توجه نکرد. همه تعجب کرده بودن که چطوری تونسته شمشیر رو بیرون بکشه. پسری که خودش هم گیج شده بود چند بار شمشیر رو در آورد تا بهشون ثابت کنه که خفنه. وقتی هم ملکه این صحنه رو دید حسابی خوشحال شد و خودش رو سریع رسون به محل مسابقه و آماده شد که با اون پسر ازدواج کنه.